افغانستان در سالهای طولانی به عنوان یکی از کشورهای متاثر از پدیده مواد مخدر بوده و به یکی از اصلی ترین کانونهای تولید مواد مخدر از انواع گوناگون آن به شمار می رفت. امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن دیگر باره بر افغانستان، مبارزه با مواد مخدر را از اولویت‌های کاریش اعلام کرد و آن را از دستاوردهای خود در نزدیک به 5 سال گذشته قلمداد می کرد، تا جایی که رهبر امارت اسلامی در فرمان کشت و قاچاق آن را ممنوع اعلام کرده و بر مجازات تولید کنندگان آن تاکید کرده است. وزارت امور داخله در خبرنامه اعلام کرده که عبدالرحمن منیر، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، در رأس یک هیئت رسمی به شهر سمرقند ازبکستان سفر کرده است. بر اساس خبرنامه این وزارت قرار است نمایندگان امارت اسلامی در نشست زیر نام تهدیدات بین المللی مواد مخدر شرکت کنند. نشستی که قرار است در 20 ماه جاری میلادی با حضور نمایندگان شماری از کشورها و سازمان‌های جهانی برگزار شود. آنجایی که کشت مواد مخدر یا قاچاق و زر آن مانند توریسم دشمن همه بشریت میباشد، کشورهای منطقه مخصوصا همسایه افغانستان باید در قسمت مبارزه علیه این پدیده شوم و جلوگیری از قاچاق از منطقه و سایر کشورها جلوگیری بکنند که خود یک گام میتواند در جهت تامین مناسبات از نگاه سیاسی اقتصادی بین افغانستان و ازبکستان باشد. به گفته این وزارت قرار است نمایندگان امارت اسلامی در این نشست روی دستاوردهای امارت اسلامی در نزدیک به 5 سال گذشته و برنامه‌های آینده این وزارت در بخش مبارزه با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر نیز سخنرانی و گفتگو کنند. دستاوردهای این سفر بسیار مهم است. همکاری منطقوی را جذب کرده میتونه. ارائه دستاوردها است که از طرف امارت اسلامی افغانستان در محو مواد مخدر اعمال شده و میتونه که هیئت امارت اسلامی افغانستان در رابطه با عملیات، در رابطه با برنامه‌ها و در رابطه با مبارزه با مواد مخدر در اوج دستاوردها را ارائه بکند و واضح است که در افغانستان این پدیده به صورت کلی نابود شده و این سفر بیشتر به همکاری عملی منطقوی تمرکز دارد تا دیپلماسی گسترده جهانی. امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد خود را به عنوان یک بازیگر مسئول در همکاری‌های منطقه‌ای معرفی بکند. با این حال میزان برجستگی واقعی آن بیشتر به نتایج عملی و اقدامات ملموس در مهار قاچاق مواد مخدر بستگی دارد. پیش از این بخش جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در کابل از افزایش کم سابقه تولید مواد مخدر در کشور ابراز نگرانی کرده بود که از سوی امارت اسلامی رد شد.